نیم سال هم گذشت. خیلی ها تاختند، خیلی ها باختند، خیلی ها سوختند، خیلی ها ساختند، خیلی ها نفس کشیدند و خیلی ها از نفس افتادند، خیلی ها آمدند و خیلی ها رفتند. کسایی که آمدند شاید همیشه نمانند، اما کسایی که رفتند بر همیشه رفتند. زندگی بسیار سخت است، اما گاهی به سختیش می ارزد. مهم نیست که دنیا بسیار نامرد است، مهم این است که ما مرد باشیم و قدر همدیگه خدا بفهمیم، همدیگه خدا دوست داشته باشیم. شاید فردای وجود نداشته باشد. آدمای زنده به گل و محبت نیاز دارند، مرده ها به فاتحه. ولی ما گاهی برعکس عمل میکنیم، به مرده ها سر میزنیم و گل میاریم، ولی راحت فاتحه زنده ها را میخوانیم. گاهی فرصتی با هم بودن کمتر از عمر شکوفه هاست. بیاییم ساده ترین چیزها را از هم دریغ نکنیم. محبت. سال خوبی داشته باشید عزیزانم.